هی واتساپ گایز بچه ها، حالتون چطوره بچه ها؟ اومدیم با پارت 11 بازی کینگدم هارتس بدون مطلی سری لیتس گو. فقط من اینجا بریم. آره تو پارت قبلی بچه رفتیم تو دنیای تارزان و اینجا بچه ترینتی قرمز رو گرفتیم و اینجا بکنم ما بریم پیش کایت. لوفی هم اینجاست. سری میخوام بریم بچه ها. خب کایت بریم اینجا بچه ها پیشش. هیچی خودم این اپیزود خودم مختصری رفتم. یه لحظه که نکنه همشو رفتم ببینیم دقیقا قضیه از چه قراره. اینجا میدیم پشت این تیرتی قرمز هستش، حالا بریم بگیریم شده. خب بچه همونجا که دیدید اینجا رو زدن، این ستاشون با هم به چیز دادن. این باز خوندش. خب این سگا رو گرفتیم. سگا رو هر ماه گرفتید توی خونه، همون خونه که سگا بودن و جایزتون میگیرید دیگه. از یه حدی جمع کنید چند بار بهتون جایزه میدفت. الان باید برید پیش چیز اینا رو ول میکنی. میریم ته این راه رو. اینا رو هم بزنیم به پایین. کسافت حالم از اینا به هم میخوره بی دلیل. میاد اینجا دارم جدید کسی نیاد. خب دردآورترین شکل ممکن. اینجا میام پیش لیان داره شمشیر بازی میکنه. خب you found the key hole. تو سوراخ کلید رو پیدا کردی. سوراخ دیگر سوراخ کلید کی هول. یه هر وردی باز خودش داره. انسر ریپورت هم پیدا کردی و اینا. و یه نفر میتونه اون سوراخ ها رو قفل کنه. یا باید دوستاتو کیمیکی رو پیدا کنیم. یه بار دیمیر باهاش حرف میزنیم. هی لیان در مورد گامی بلاک بس ازش میپرسه و لیان هم همینجور میهنگه. بکنم بعد از کیت بپرسی کایت. یه سب کن اینو با خود ببر. یه برای چی استفاده میشه نفهمیدم کلا. لیان هنگیت بچه کیبلیت رو من ننداختم. یعنی کیبلیت جدید گرفتیم. بله جانگل کینگ. به به عجب کیبلیتی. وایسید بله چه خشن. وایسید میریم بالا. از اینجا باید بریم پیش کیت. بتونیم از اینجا بریم. ماجیکال استادی ارزش اینو. خب تلفظش اصلا نمیدونم کیده کایده. اوکی کلا تخصصش روی همین گامی بلاکه.
میتونی باش گامی مخصوص خودتو بسازی و باش پرواز کنی. میشه بچه گامی مخصوص خودمون رو بسازیم، این سفینه فضاپیمای خودمون رو بسازیم. بلاکاشو میتونیم الان اینجا بخریم و اینا. یه کتاب قدیمی داد، صدای زنگ اومدش. دمت گرم. داشت میدونم کجا برم. خب بری یه دونه زنگه هستشونو بزنی و تو گیزمو شاپ و این حرفا. این ور بری؟ نه. دم شما گرم. 4 دقیقه وقت لازم برای ورد بعدی داشته باشم. حاجی ورد بعدی ای اونی که فکر میکنم باشه ریدیم. خدایا آسمون ها بذارن دیگه. آره شما میگم آقا. یه چک کنم اینم چقدر ایکس پی دارم. اکسپریانس میخوام تا برسم به لول بعدی. 183 تا. اشکال نره. اینا میزنیم. وای بچه باید خارج دیگه میزدم. اینا میزنیم. اصلا میخوایم یه کاری کنم. من همه اینا میزنم بعد شما برید کارتون بکنید. همه انمی ها رو به چوخ دادید میایید اینجا. این ورید این نردبونه. اینجا میرید بالا. خودم دونه اینو توضیح میدم خودم چون خودم دهنم سرویس شدش کنم. بچه کلن بهتون بگم من کلن سر که این هارت یک دهنم صاف شد. افتاد هم شد نفر یکی بیره حال من میخوره. تینجا میزنیم. آهان دمش بگم. این زنگر میزنید. خیلی خوب 3 بار فکر کنم بزنیدش. نه وضع میشه. یه بار دیگه میزنیدش که نداره. یه بار دیگه میخوام بزنیم. آره یه بار دیگه میزنیم. و اینجاست که آره اون شکل مورد نظر خودمون میرسیم. بله کیهول گفتم هر بردی جا کلیدی داره. اینجا هم کلیدش معلوم شد. خب لیتس گو. اوه دوباره این باس فایته بچه ها. یه بار شکست دادم. فکر کردم که لیبلم بالا رفته دیگه نمیتونم شکست بدم. باز اینه یه دستت همین. البته داشت من خودم میدونم داشت. خب اینجا فاز دوم و اصلیه و فاز اصلیه باز فعال میشه. اینجا باز کم تغییر شکل میده. دستا میشن پاها اینجوری میشن دست این حالت و اینم میاد پایین. بله خیلی هم ایزی. این جونش چقدر زیاد شدش.
ای دهنه تو حاجی، کاشکی چیزم زیاد میکردم، قبلش پر میکردم اینا رو. آه سونیک هم بزنیم. ای دهنه تو کسافت، سونیک من حروم کردی، حرومه. نه 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 این دهنت سرویس، نه دهنت سرویس، نه دست سر نکنه. دستش نمیشکنه. پاهاش چیزه، پاهاش کردم شدن دستش کوچولوشون کمتره. باید بریم سراغ دستش. مثل آدم به پایین دیگه. بله خب آقا هتل چیه داشت؟ بجا شما یه بار رفتم توی این هتل دقیقا وسط باسپایت. یه شد توپ پرت کن اضافت یه پایین چیز رو داری یه پایین. بیشعور. یه دونه از اینا بزنیم. یه فایر. البته من خرم بچه هیچ وقت اینجوری امپیاتون رو خرج نکنید، چون بیشتر از هر چیزی کثافت. تمام شد. به جون اچ پی نیاز داریم. مکس اچ پی مونم زیاد شدش. ایزی. ایرو، ویند، باد. بزن قفلشو. اوکی. سر 11 و خورده این دنیا رو تمام نکردیم، هنوز یه قسمتایش عرضم به خدمت شما مونده. حالا باید چیکار کنیم؟ من نمیدونم. واسه بچه اینجا رو با برق چیز کنید. خب بچه اون کتاب قدیمی که کیت بهمون داده شد فهمیدم کجاست و بیایید همین خونه مرلین و اینجا معلوم میشه دیگه یعنی چه کتابیه بچه ها. بذارش اونجا. اوکی این کتاب باز کنیم بچه ها. حتی بچه نمیرمش، یه جایی فرعی محسوب میشه. اوه سمون داد بهمون. اینا سمون، سیمبا رو که نمیشناسه. اینجا هم کتاب هستش. من حالا بازش نمی کنم، میام بعدش اگه تو داستان کمک میکردش بازش میکنم. بازش کنم برش کنم. آقا میدونم وسوسه میشید، میگید برو منم که واقعا نمیرم. حالا اگه اشتباه نکنم بریم دقیقا از همینجا بیرون. بله درسته. نیازه بازش کنم باشه یه کلا یه ورد مخفی پیدا میشه. واو ریکو اینجایی. چه خبر ریکو اینو دی چک میکنه اینه واقعیه. میگم این بار خواب نمیم درسته. معلوم کردم بالاخره پیداش کردم.
Riku! Wait a second, where's Kyrie? Isn't she with you? فکر کردم مثل با تو. Well, don't worry. اشکال نداره. I'm sure she made it off the island too. فکر کنم اونم از دنیا اومد بیرون مثل ما. Hey, she might even be looking ما بالاخره for us. آزادیم. اون به ما We'll all اعتماد be داره. together again soon. مطمئنم که دوباره دور هم Don't جمع worry. میشیم. نگران نباش. Just leave everything to me. I know this. همه چی به من بسپار. من حاجی کیبلید ما چه اینجوریه دقیقاً الان؟ Leave it to who? به کی بسپاریمش؟ Sora, what did you... سورا این واقعا I've been looking for you, and Kyrie too, with their help. میگه من میخواستم شما تو کایره پیدا کنم Who با are they? کمک اونا. میگه اونا کیان؟ اسم We من visited so many places and worlds. یه ما looking for خیلی you. دنیا رو ویزیت کردیم و اینا. Really? Well, what do you know? I never would have guessed. یه جوری خوشش نیمد. سورا کیبلید مستر و اینا. What's that mean? So, this is called a Keyblade? خب بهم میگن کیبلید. Huh? Hey, give it back. ای برش کردیم. Catch. Whoa. Okay, so you're coming with us, right? میشه تو هم میای We've درسته؟ got this awesome rocket. ما Wait till بالاخره you یه see it. تیم خوبی میشیم اینا. میگه نه نمیتونه بیاد. واسه چی؟ Oh, فراموشش come کن. on. He's my friend. میگه نه زود داشون دوست من. میگه من بهش اعتماد ندارم. میگه اون رفت. ریکو دلخور شده از سورا که دوستای جدیدی پیدا کرده. Nice going. Oh well. داستانش خیلی بچگانه طوره ولی خب باز توش گریه داره. Maybe we'll run into Kyrie soon too. میگه ما میتونیم کایره برگردونیم. همین که جورایی فهمید ریکو حالش خوبه و اینا. حتما برید بچه ها اینجا و این خونه اسمال هاوس، خونه کوچیک. و اینجا بیاد با یکی از این دوتا حرف بزنید. با لیون حرف بزنیم. نه با کایت حرف بزنیم. میگه تا حالا اسم ملفیسا رو شنیدی؟ میگه فکر کنم اون توی اینجاست. میگه باید مواظب باشی. میگه اون از هارلسا از چند سال داره استفاده میکنه. ملکه هارلسا یه جورایی. فکر کنم فکر کردم چیزی که هارلسا رو آموزش داده انسمه. این هرچی که هستش باید نابودش کنیم. You see, it's just as I told you. میگم بهت گفتم. While you toiled away trying to find your dear friend. میگم اون دوستای جدیدی پیدا کرده. واقعا نمیبینن اینو کورن. Evidently. Now he values them far more than he does. میگم اون دیگه به تو اهمیت نمیده. You're better off without that wretched boy. Now think no more of him and come with me. فکر کنم حالا میخوای با من بیای. I'll help you find what you're searching for. میگه من بهت کمک کنم واسه چیزی که داری دنبالش میگردی. اوکی. وارپ جی. میگه کار من دقیقا همین فروختن این چیزاست. اوکی الان دیگه نمیدونم باید چیکار کنم بچه‌ها. تا اینجا رفتم. خب حالا بریم بیرون دیگه. آره دیگه. چی میگه؟ بسا یه فرست دیرسیس بمیرمت. دم شما گم داشت با اهل درگیری نیستیم همینجوری بی چیز میریم بیرون. الان هیچ ایده‌ای ندارم که باید چیکار کنیم. اینجا باید باشه کایت. آینا هی خیلی سریع و خیلی خوب.
یه بلاک گامی بیزنس منه. اینجا میتونیم ازش چیز میز بخریم. این گامیه بخریم. چیزی بخرم مفته. بس اینو بگیرم مثلا. این اسمش قشنگه. درستیم. خب حالا چیکار کنیم نمیدونم. حالا این ورد میزنیم بیرون. امیدوارم که درست تصمیم گرفته باشه ما از این ورد بزنم بیرون. خب let's go. آره یه دونه سیاه چاله نزدیک کالیسیوم باز شده و اینا. یه دونه اینجاست. اینجا دقیقا نمیدونم کدومشو بریم. آبیه رو بریم آقا. بریم let's go. آقا میرسیم بهش. رسیدیم به سیاه چاله. اینجا بیتی از بغلش رد شید ولی خب ما میریم باید بریم توش دیگه. حتی نه نمیتونیم از بغلش رد شید. آره میشه رد شدش. باشه رفت توی دنیا دیگه. میریم ببینیم به کجا میرسیم. خب بچه خوشبختانه رسیدیم به اون بردی که من فکرشو نمیکردم. به به حاجی کی این برد رو نمیشناسه. هیچی نمیدونم در موردش که باید چیکار کنیم. همش یادم رفته بی شوخی. به حتی شکل و شمایلش هم یادم نیستش. اقربا. And the keyhole. بعد اومدیم تو عربستان. Hunters are searching for it now. I'm certain we'll find it soon enough. So that just leaves یاگو. Jafar. I've looked everywhere for Jasmine. She's disappeared like magic. اون مثل به تو جادوی مخفی شده. همه جا رو ما رو You said you had Jasmine. things under control. Agrabah is full of holes for rats to hide in. یه آدم سوراخ مش داره تا قایم شه و اینا. But why worry about Princess Jasmine? پرنسس جازمین واسه چی میخوای اصلا؟ With her or without her, surely this world یه اونیش will ربط به be کیهول ours when نداره. we find the keyhole. We need all 7 princesses of heart میگه to ما open تا the میگه ما هم به 7 پرنسس Any اصلی نیاز داریم fewer تا is useless. قلبشون ما برای ما Well, if the قابل princess استفاده. is that important, we'll find بله به 7 پرنسس نیاز find دارم. Jasmine and bring her to me. به هارتلس های عرب. دهنتون سرویس. Don't شمشیر yourself عربی in دارم. darkness too long. The heartless consume the cares. Your concern is touching but hardly necessary. جذبه. اوکی اومدیم تو دنیای علایالدین. لادر. خب اصلا ببینیم چی به چیه. اینو باز میکنیم اول. شما گرم. خب اول فکر کنم باید بریم اینجا فکر کنم یه قارچ پرنده هستش. پیدا کنیم اینو که همون قارچ پرنده است. الان باید پیداش کنیم. فقط سوال من اینه اونو من میخوام کنیم. الو خانم بالا بردرسه. او واسه چی اونجاست؟ بجش بابا را مستقیم میریم ببینیم چی به چی میرسیم.
از جا بریم بالا. آره مثل به خونه یه نفر. واو تراکت رفت. البته زیرش بچه بودش من رفت من ندیدم کلا. اینو باز کنم باش. واو بله هیچی باز شدش. هیچی در موردش نمیدونم بچه ها. هیچی نمیدونم بچه ها. همونجوری خرکی دارم میریم جلو. سیمبول بیارم. نه ولش کن آخرش کنم. جزم کی اونجا؟ سلام من جزمینم. پدرم سلطان ارگباه یه چفر میخواد منو پیدا کنه و میخواد کنترل شهر رو به دست بگیره. میگه اونا یه چیز در مورد کیهول گفتن. سوراخ کلیده. یکی باید کمک کرد که تونستی فرار کنی. علادین. علادین. بالاخره اون موش خیابونه پیدا کردم. Jasmine, allow me to find you more suitable company, my dear princess. These little rats won't do, you see. Jasmine, run! جزم بودو. The boy who holds the key. پسری که هم کننده کلیده. همین جمع کنیم بابا. وایسا جعفر کثافت. الو عجب بابا جد حال نزن. یه باکس میخوام وا کنم. ای کثافت چجوری از اینجا رفتش؟ اینجا پره. من چیز دارم بیم اعتراض دارم بیم. باجی دمت کم هنو نیم ساعت میده. اوکی باز شد. بچه ها اینجا رو باید مثل خر بریم. الله اکبر. همه شما گرم. اه چی به جان تو میافتادن میگرفتم این گوفی رو میزدم. باید شوخیت گرفته. الان ویسا داداش بچه برو باید بالا. اینجا میپریم اون بر. بچه بد جوریدیم. اینجا هم باید یه قفل کلید باشه تا بازش کنیم. بچه من اون پیدا میکنم الان میرسم. بچه کلا ریدیم بعد از همونجا که همونجا که شروع کردیم برمیگشتیم به چیز اینجا دیسرت. اوکی این فرشه میاد. چای مانون داری؟ همجور رفتیم در فراز صحرای بیکران. اوکی الان داره در شهرهای روان غرق میشه. عبومون اوکی حالا اینو مردم رفتم تو مردم کلا.
ایول ایپمون زیاد شد. تمام شد. Gorge, not again! نه دوباره نه. جینی Get rid of these guys! قول شنا آزاده جینی بابا الفاس. Wish number one coming right up. I see. Thanks, Sora. فهمیدم. Aladdin, ممنون what سلام. are you doing out here? Same old stuff. Hunting legendary treasure. Just paid a visit to the Cave of Wonders. I found that magic carpet. And this lamp. یه اینا پیدا Legend کردم. has that whoever holds the lamp can summon Please, kid, leave the intros to a professional. The one and only Genie of the Lamp. Rub it up the lamp and have your dearest wishes granted. همون توی فیلمس کارتونش که آهنگ میخونه. Patience, my fine feathered friend. Any 3 wishes. سه تا آرزو داری. A 2 wish, a 3 wish. Then I make like a banana and split. Our lucky winner made his first wish. And let me tell you what a doozy that wish was. من یکی از آرزوش استفاده Two کنم. left. یه تا دیگه مونده. Well, master, what'll you have for wish number 2? یه آرزو دوم چیه؟ How about making me a fabulously wealthy prince? یه چیزی من یه پرنس کنی. Royalty, fame. Why didn't I do that? Okay, you asked for it. 100 servants and 100 camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal's free. Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. عجب کاموشونو زمان وجود داشته. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this girl in Agrabah named Jasmine. But she's a princess. And she could never fall for a guy like me. یه هیچ وقت از من خوشش نمیاد. Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Aladdin. What? Well, come on, let's get going. اوکی علایالدین اومد ولی خب ما همون تیم 3 نفرمون هستش. شرمنده تم. Fresh air, the great outdoors. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always 3 wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or 2. Say, Genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? در مورد آرزوش که میخواد اینو آزاد کنه میدونم. میگه آرزوی It's آخر. a promise. After we help Jasmine. میگه بله آرزوی آخرم اینه که تو رو آزاد کنم از این لامپه. کارتون شده باشه بله بودی که همه میشناسن دیگه دقیقا چی به چیه. اینا مسافت نفس آتشین داره. میریم اینجا چیزی گیرمون نمیاد. الو خب الان چیکار کنیم؟ راهمونم بسته است. عرضم خدمت شما که این بر بله باز کنینو نمیشه رفت بالا ولی خب میشه رفت اون بر. یا علی واسه من یه دونه ایپی گرفتم بچه. بذارید یه دونه ابیلیتی دارت نگرفته. این فیلم 3 تا میخواد. البته خیلی داره 11 تا داره ولی خب نمیتونم ازش استفاده کنم. خب 2 تا
تیچ بوست کومبو پلاس. اینو میذارم. اسلپ شد. اون واقعا کلیدی هم یه دونه دارن واقعا. اشکال نداره آقا میریم. خیلی اسپی کانتر ای هم میکشم. بذاریم پایین مسدوده؟ نه پایین بریم. آره دیگه آقا شما یه خریتی کردم خواستم باید بجنگم. آقا گو خوردم. خوبه اوکی باید اصلا کلا میومدیم اینجا. این ور بریم؟ نه این ور فکر کنم. نمیدونم چرا این ور نمیدونم. برش کنم آقا میمدیم. باجی که مسدود شد. دهانه تو سرویس. نفهمیدم کجا رو گفت. دقیقا کجا باید بریم. حالا بچه هم میفهم. خب بچه ها بریم اینجا و اینو دیگه آره بازش کنیم. بچه ها باورم نمیشه با اینکه میخواستم ویدیو طولانی نشه خب طولانی شد. ولی خب دیگه یه ویدیوی طولانی خیلی بهتر از چیز دیگه. اما بریم بالا. نه ویدیو طولانی بهتر چند تا ویدیو. من گفتم به خاطر عشقم به این بازی و کلا وقت رو رفتنه که دارم بازی میرم وگرنه هیچ کاری به ویوش ندارم. بالا داره ویو هم میگیره یه چوسه کار نداریم داشت. اوکی رسیدیم به اینجا. همینجا مثل جانیا نمیپرید پایین. این ور اون ور نگاه میکنید میبینید حالا مثل جانیا بپرید پایین. Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. برگرد به خونت. I'm so sorry, Aladdin. بخشید دیگه باشه جو وقتی آدم میگیره دیگه. One اوکی wish left. You're making this really easy, you know? میگه یه آرزو دیگه مونده. I'm یه afraid خیلی your راحت بود اینه. second wish has been denied. می فکر نکنم این آخر این یه دونه بیشتر مونده باشه. همین بابا کثافت الان نفهمه که این قوری دستت نیست. قوری حاجی چقدر کوزه میتونه بزرگ باشه که بیفته توش. I bid you all farewell. Attack! بهشون حمله کنید. خب غیب شد. بله آقا لیتس گو. این یه سوسک میشه که بعد بزنیم چیزش کنیم. کثافت کثافت مرد دیگه. دمشو بگم. اوکی فکرم دوتاشم باید بکشیم. Ray of Light. Jasmine. To the desert. Come on, let's move. رفته دستر. زود باشید با بریم. دستر همون صحرای بیکران بودش. همین اسم چه اسم خفنی هم روش گذاشته. قربون خودم برم بچه.
خوبه بچه اینو مسدود نیستن راحت میتونیم برسیم به چیز. دم شما گرم، ما از شما رد میشیم. خیلی هم چاکریم. حتما به خودم برمیگردم اینجا واسه لول اپ. اگه اکسپریانس بگیرم. مگر نگه اینجوری پیش بریم واسه فاینال واسه بازی لولمون به چوس بنده. خب اینجا بریم جلو و یه باس فایت اینجا داریم. وای خدایا من موندم 10 دقیقه بیشتر نمونده تا ویدیو 1 ساعت بشه. اوکی الان باید بریم با یارو پلنگ گنده بجنگیم. آخه میگه مرض داری دهنت سرویس. بیا پایین داداش، بیا پایین. با چی شد میزنی من رو؟ متاسفانه باس فایتر رو بچه نمیتونم رد کنم. به اینکه بچه بعضی از فایتر رو اسکیپ کنم اینجوری شاید بشه کاری کرد که زیاد طول نشه. خوزگل کسافت. اینجا نمیتونم از سونیک استفاده کنم مطمئنم. من برد روزای سختم ولی یه شیشه زدیم. دهنت سرویس این جوری عربا چیه فرستادی جا دمت گرم دانت. بیا پایین داداش بیا پایین، من نمیخوام زیاد طول بکشی. برو گم شو دیگه، چی بهت نمیگم. گم شو پایین بیا. خدا اصاب دارم میزنم مثل در حالتی که میخوام در نهایت میخوام بزنم ولی خواهی بزنم بد میزنم. بیا پایین 6 دقیقه شد کثافت آخش. بابا عرب نیست پرنده است. بابا ریدم دهنت خاک تو سرت های که دارم فشار میخورم. اوکی فهمیدی؟ اینجا نکن باشه. تمام جوجه عربای بی همه چیز خاک خدا دارم فشار میخورم. همش هم به خاطر اینکه تایم ویدیو داره زیاد میشه. 6 دقیقه یعنی ما 4 دقیقه فرصت داریم تا تمامش کنیم قبل از اینکه 1 ساعت بشه. اشکال نداره حالا خیال نیست اینا رو رد میکنیم. یا ابوالفضل اینو یادم رفت بچه. اینجا هم نباید از اینجا برید. همه اینا رو اسکیپ میکنیم میریم اینجا. بریم چی اینجا؟ بابا ریدم تو دهنت بچه. ببخشید من که بد دهنم ولی خب دیگه بازی ما رو مجبور میکنه باید دهن باشیم. به اینجا بریم اینجا. بمیر کثافتت. خب بچه اینجا اصلا هیچ چیزی رو در موردش نمیدونم. وایسا نه وای بچه ها نگید اینجاست.
بچه مجبور میشیم ویدیو رو همینجا تمام کنیم، چون این ویدیو اینجا واقعا مفصله. دیفنس آپ. و بریم قشنگ زیر زمینش که آب داره، قشنگ اونجا 4-5 تا کار انجام بدیم و که این قشنگ بیفته بره پایین. واه هنو مونده واسه من تیرینتی رو بزنم شاید به کار اومد. همین. خب بچه همینجا برای روشون ازت خداحافظی کنیم قبل از اینکه برد تمام بشه. اولین بار فکر کنم. آره. پس خدایا رو نگهدارتون.